سلام خردرکان مهربان. درسی نوبتی ما را از روی کتاب الفبا آغاز می نماییم. اکنون بیایید با حرف نوی کتاب ما شناس می شویم. برای شما البته این حرف نو است، زیرا که شما امروز اولین مرتبه با این حرف آشنا می گردید. خب این حرف ای است. حرف ای کلان، ای خرد. حرف ای در زبان تاجیکی حرف صدانک است. طرز نوشت حرف ای چنین است. ما ای کلان را چنین طور می نویسیم و ای خرد با چنین طریق نوشته می شود. حرف ای را در تخته صنف می نویسیم. ای کلان، ای خرد. با حرف ای کلمه های ایزار سرخک، ایزار، ایجادکار، ایجادیات و دیگر کلمه های زبان تاجیکی سر می شوند. اکنون به خواندن شروع می نماییم. ای لک، ایلک. جا، جا. وب، وب. جواب. ایرج، ایرج. بوره، بوره. پدرم، پدرم. بخت، بخت. چشمش، چشمش. مادرم، مادرم. پرسید، پرسید. چیستون، چیستون. صدتا، صدتا. ارد، ارد. خواندن رو دوام می‌دهیم. ایلک، ایلک. پدرم، پدرم. ایلکی، ایلکی. نو، خرید. پدرم ایلکی نو خرید. مادرم، مادرم. ارد، بخت. مادرم ارد بخت. بوره، بوره. مادرم، مادرم. پرسید، پرسید. بوره مادرم پرسید. ایرج، جوابی. این چیستون چیست؟ ایرج، جواب این چیستون چیست؟ خودش، یک تا. چشمش، صد تا. خودش یک تا، چشمش صد تا. من جواب دادم. ایلک. در این رسم ما مادر رو میبینیم که در دست ایلک دارد و در نزد مادرش کی نشسته است؟ البته ایرج. کلمه ایرج نیز با حرف ای سر می شود. بیایید ایلک می نویسیم. ای لک، لا ک. ایلک. اکنون کلمه ایرج رو می نویسیم. ای رج، رج، ایرج. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر می رسد. خوشبخت و سربلند باشید.